سلام به همگی، بسیار خوش آمدین به دومین جلسه معلوماتی ما. بسیار خوشحال هستم که دوباره اینجا هستین و در جلسه اول ما در مورد موضوعات کلی مثل تعریف معلولیت، کارت معلولیت شدید، حقوق در محل کار و مکتب صحبت کردیم. و اگه اون جلسه را ندیدین نگران نباشین، من هر چیز اصطلاح را دوباره توضیح میتونم کوتاه، که شما هم در جریان باشین. و امروز موضوع ما پول است و ای که دولت آلمان چه کمک های مالی را بر افراد دارای معلولیت شدید ارائه میده. این مبالغ میتونه بسیار زیاد باشه، اما متاسفانه بسیار از مردم خبر ندارن و از او خاطر ایش درخواست نمیتن. و امروز ما 5 موضوع بزرگ را بررسی میکنیم. اول پول پرستاری یا پول مراقبت ماهانه است. دوم کمک برای مسکن و موتر، برای خانه. سوم برای کمک های دیگه که بسیاری ها نمیفهمن، مثل کمک پول نابینایی یا دیگه چیزا. بعدا در مورد مزایای مالیاتی گپ میزنیم و در آخر هم در مورد بازنشستگی زود هنگام و سفر رایگان. بخش اول در مورد پول پرستاری یا پول مراقبت ماهانه. برای بسیار از خانواده ها این یک کمک ماهانه بسیار مهم است و در این بخش در مورد از این گپ می‌زنیم که پول گل چی است و چه کسی او را میگیره. پول مراقبت ماهانه یا پول پرستاری یک پول ماهانه از صندوق مراقبتی یا فلیگ فرزی شغونی است که شما او را دریافت میکنین وقتی که در خانه توسط اعضای فامیل یا افراد نزدیک مراقبت میشین، نه توسط یک شرکت خدمات پرستاری حرفه‌ای. و با این پول میتونین از شخصی که از شما مراقبت میکنه حمایت کنین. و ما در درجه شما ای که چقدر در ما پول میگیرین بستگی به درجه مراقبت یا درجه پرستاریتان داره. و اول ایره باید بفهمیم که آیا باید تخصص پرستاری داشته باشم؟ نه خیر نی. شما میتونین از پدر، مادر، همسر یا هر فامیلی بدون آموزش حرفه‌ای مراقبت کنین. و تفاوت GDB یا درجه معلولیت و فلیک قاد یا درجه پرستاری، اینا دو چیز کاملا جدا هستن. GDB که از در اداره فرزورگونگس هم تعیین میکنه، اما درجه پرستاری را صندوق صحی یا خانکن کسا تعیین میکنه و ممکن است هر دو را شما داشته باشین. و در اینجا رقم که ببینین کسی که درجه مراقبتی یا درجه پرستاری 1 داره 131 یورو در ماه دریافت میکنه که پول مراقبت نمیگیره، اما 131 یورو کمک تحصیل است. و درجه مراقبتی 2 یا درجه پرستاری 2 که شما حداقل 347 یورو در ماه میتونین دریافت کنین برای مراقبت از افراد دارای معلولیتی که در خانه تان هست یا از دوستایتان کسی که هست. اگه درجه پرستاری شما 3 باشه 599 یورو در ماه، اگه 4 باشه 800 و اگه 5 باشه تا 990 یورو در ماه میتونین دریافت کنین. و کمک های اضافی علاوه بر فلیگ گل یا کمک پرستاری، مبلغ تحصیل یا 131 یورو است که گفتم. و در ماه شما بر تمام درجات از 1 تا 5 را دریافت میکنین. شما میتونین کمک های دیگه ای را هم دریافت کنین، مثل بودجه سالانه مشترک، مثل کمک در بازسازی خانه، اما اینا رو باز بعدا براتون توضیح میدیم. ای که شما چه رقم درخواست بتین. درخواست را شما نزد صندوق پرستاری یا فلیگ کسی خود میتین و امو اداره صندوق سی یا کانکن کسی شما یک کارشناس به خانه شما رای میکنه که و نیاز شما را به پرستاری بررسی میکنه. و اگر با تصمیم موافق نبودین میتونین مثل جلسه قبل گفتم میتونین اعتراض بزنین. و چه کسی ای را میگیره؟ کسی که در خانه توسط فامیل مراقبت میشه و درجه پرستاری حداقل 2 داره و درخواستش هم همون رقم که گفتم از فلگ کسای صندوق صحی است. کمک برای مسکن و تحرک
بازسازی خانه به شکل باریر فری که مثلا فرد دارای معلولیت برش مناسب سازی شده باشه و زندگی را آسان تر کنه. اگر شما در خانه تغییرات لازم داشته باشین که زندگی با معلولیت آسان تر شود، کمک مالی وجود داره، مثل نصب دوش بدون لبه، مثل دستگیر در حمام، یا کلان کردن دروازه ها بر ویلچر، یا نصب آسانسور. و صندوق پرستاری یا فلیگ کسه تا 4180 یورو برای هر اقدام شما پرداخت میکنه و حداقل درجه پرستاری یک شما لازم دارین. و بانک های هم هستن که وام های با بهره کم یا کمک هزینه برای مسکن های باریر فری دارن و حتی بدون درجه پرستاری هم میتونین اینا را درخواست بدین. و بسیاری از ایالت های آلمان برنامه های حمایتی خاص خودشان را دارن. و یک نکته که بسیار مهم است و نباید فراموش کنید این است که همیشه قبل از شروع بازسازی شما باید درخواست بدین و بعد از انجام کار دیگه پول شما به شما نمیتن. و از او خود بسیار مهم است که قبل از شروع بازسازی شما درخواست خود بدین. کمک مالی برای موتر و معافیت مالیات، در مورد از این گپ میزنیم که در بخش دوم است. وقتی که شما با علامت آگه یا معلولیت حرکتی شدید دارین یا بی ال یا نابینا هستین، معافیت کامل از مالیات موتر دارین و برای یک وسیله نقلیه با علامت G یا GL شما تخفیف 50% مالیات موتر دریافت میکنین. و همچنان شما سفر رایگان دارین وقتی که با وسایل نقلیه عمومی با علامت های GL، BL، ها، AG، G یا TBL شما میتونید سفر رایگان در تمام آلمان یا دویچلند تیکت دریافت کنین. و امی تمر ارزش یا ورد مارکش 104 یورو در سال هست یا 53 یورو بر 6 ماه است. و با علامت H یا BL شما میتونین کاملا رایگان بدون پرداخت هزینه ورد مارک میتونین از این مزیت استفاده کنین. و کسایی که برگگلد هم دریافت میکنن میتونین این رو به صورت رایگان دریافت کنن. حالا در بخش سوم میرسیم که کمک های مهم مالی است که مثل پول نابینایی. افرادی که دارای علامت BL کارتشان هستن یا نابینا هستن حق پول نابینایی یا بلیندنگلد را دارن و این پول توسط ایالت های آلمان پرداخت میشه و مستقل از درآمد است. مبلغ اون نسبت به ایالت بین 300 یورو تا 800 یورو در ماه است و در برلین نزد فرزورگونگسامت شما میتونین درخواست بدین. نیاز بیشتر یا mehr بدرف که در اینجا سمت راست میبینین. اگر بورگگل یا گونزشگون شما دریافت میکنین و همزمان دارای معلولیت شدید هستین، با علامت G یا AG شما 17% از مبلغ پایه مثلا برای افراد مجرد حدود 95 یورو در ماه اضافی دریافت میکنین. و در صورتی که شما در برنامه های کاری مثل مصنامه و این چیزا که از طرف آگنتور هست در او چیزا شرکت کنین، شما 35% از مبلغ پایه که 100 یورو زیادتر حدود 197 یورو در ماه اضافی دریافت میکنین. این پول به صورت خودکار پرداخت نمیشه و شما باید از جاب سنتر یا سوسیال امت درخواست بدین. بودجه شخصی یا پرسونلیشس بودجه، وقتی که به جای خدمات آماده شما میخواین پول نقد بگیرین و خودتان خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنین، مبلغش بین 200 یورو تا 800 یورو در ماه است و میتونین از سوسیال ام درخواست بدین. و تخفیف رادیو تلویزیون یا غونفونک بایتراک برای افرادی که RF در کارتشان نوشته شده فقط شما 6 یورو و 12 سنت و جای 18 یورو و 36 سنت پرداخت میکنین. و کسایی که کمک اجتماعی دریافت میکنن هم میتونن کامل معاف شون. کسر مالیاتی موضوعی که
در مورد شال گپ میزنیم، مزایای مالیاتی است که افراد دارای معلولیت شدید دارند در آلمان. این در بسیار موارد ساده ترین و در دسترس ترین کمکی است که وجود داره. کسر مالیاتی سالانه در آلمان یک مقدار ثابت مالیاتی برای افراد دارای معلولیت شدید وجود داره که به هندتن پاوشال بتخاگ گفته میشه و این یک مقدار مشخص از درآمد شما اصلا مشمول شامل یا شامل مالیات نمیشه و هرچه درجه معلولیتتان بالاتر باشه یا GDB شما میتونه این مقدار هم بیشتر باشه. به طور مثال اگر شما درجه معلولیت شما 50 باشه یا GDB شما 50 باشه، شما 1140 یورو از درآمدتان شامل مالیات نمیشه. اگر 60 باشه 1440 یورو، اگر 70 باشه 1780 یورو، 82120 یا اگر 90 باشه 2460 و اگر درجه معلولیتتان 100 باشه 2840 یورو از درآمدتان شامل مالیات نمیشه. و برای افرادی که علامت ویژه H یا نیازمند کمک مستمر هستن یا BL یا TBL که مثلا ناشنوا یا نابینا باشن یا نابینا و ناشنوا همزمان باشن، در کارشان داشته باشه تا 7400 یورو در سال، تقریبا 6 برابر مبلغ پایه کسر مالیاتی دارن. و یک سوالی که خیلی میپرسن این است که آیا این مبلغ مستقیم پرداخت میشه؟ نه خیر، نه، به این معنا نیست که این به این معنا است که مثلا بر روی 1140 یورو از درآمد شما مالیات پرداخت نمیکنید. این که در عمل چقدر پول برتان برمیگرده بستگی داره به سطح درآمدتان، به نرخ مالیاتی شما و دیگه چیزا. و اگر اصلا مالیات پرداخت نمیکنین از خاطر که یا کار نمیکنین یا درآمد بسیار کم دارین، در این صورت این کمک بر شما نیست و میتونین شما از کمک های دیگه مثل فلیک گلدومه به درف و چیزا کمک دریافت کنین. یک موضوع دیگه که کمک هزینه سفر است. با GDB حداقل 70 یا 80 شما با علامت G میتونید در سال 900 یورو و با علامت AG BL H و TBL شما میتونید تا 4500 یورو در سال دریافت کنین. و چگونه این مزیت را بگیریم؟ شما ای را از طریق اظهارنامه مالیاتی یا شتای اقلقوم سالانه درخواست میتین و فرم مربوطه را باز که میشه انلاگ اوسگewöhnliche Belastungen نام داره، او را پر میکنین و یا از سال 2026 هم اداره به صورت خودکار اطلاعات GDB شما رو به اداره مالیات ارسال میکنه. و اگر تا حال اظهارنامه مالیاتی ندادین، جاهایی هستن، مراکزی هستن که به شما کمک میکنن و میتونن دمی اظهارنامه مالیاتی شما رو پر کنن و اگر کمک کردشین شما رو کمک کنن. بخش پنجمی که در موردش گپ میزنیم بازنشستگی زودتر یا Frühzeitige Rente هست که افراد دارای معلولیت شدید میتونن تا 5 سال زودتر از بقیه بازنشسته شوند. تقاعد ویژه برای افراد دارای معلولیت، ای که در آلمان یک نوع تقاعد خاص برای افراد دارای معلولیت شدید وجود داره و این امکان را میده که زودتر از سن معمول تقاعد بگیرین و برای اما دو شرط اصلی داره. شرط اولش است که حداقل GDB 50 یا درجه معلولیت 50 داشته باشین و کارت معلولیت شدید شما باید در روزی که تقاعد شروع میشه هنوز معتبر باشه. و شرط دومی است که حداقل 35 سال بیمه یا واتاسایت داشته باشین که مشمول سالهای کاری، بیکاری، مراقبت از فرزند یا پرستاری از فامیل و پرداختهای داوطلبانه میشه. و سن تقاعد شما بستگی به سال تولدتان داره و هر ماه که زودتر از سن مقرر شما تقاعد بگیرین 0.3% از مبلغ تقاعدتان کسر میشه و این کسر دائمی است و حتما قبل از تصمیم با دویچه Rentenversicherung مشاوره بگیرین. و یک خبر خوش که از سال 2023 همزمان میتونین هر مقدار کار بدون کاهش تقاعد انجام بدین و هر چقدر که تانستین درآمد داشته باشین.
نکته دیگه که در موردش گپ میزنیم تقاعد ناتوانی کاری است. برای افرادی که به دلایل صحی اصلا نمیتونن کار کنن، نوع دیگری از تقاعد وجود داره که مستقل از کارت معلولیت است. نامش تقاعد ناتوانی کامل، که اگه شما کمتر از 3 ساعت در روز کار میکنین، و تقاعد ناتوانی جزئی که اگر بین 3 تا 6 ساعت در روز میتونین کار کنین برای شما است، و شرایطش این است که حداقل 5 سال بیمه و در 5 سال آخر حداقل 3 سال بیمه پرداخت کرده باشین. و ممکن است که تقاعد ناتوانی کاری از نظر مالی بر شما بهتر باشه. از خاطر توصیه من این است که در دویچه versicherung از مشاوره بگیرین که اونا بهتر برتان بگوین. یک بار دیگه کوتاه برتان ای کارت معلولیت شدید را توضیح بتم برای کسایی که بار اولشان است ای جلسه را میبینن. در اینجا نام و تخلص میآید، عکس پاسپورتیتان، علامت ویژه در پشت کارت میآید و این میتونه چند دانه باشه. اینجا درجه معلولیت شما است و در اینجا ای که تا از کی کارت شما میتونین شما استفاده کنین. و حالا در مورد علامت های مختلف گپ میزنیم که هر علامت ویژه معنای سادهش چی است و چه کمک هایی رو میتونین دریافت کنین. اگر که با علامت G در کارت شما باشه، در کارت معلولیت شدیدتان، معنای سادهش این است که شما سختی در راه رفتن دارین. شما میتونین از کمک های سفر رایگان، کسر مالیاتی بیشتر و میه به طرف یا پول اضافه در برگ گل استفاده کنین. اگر علامت آگ در کارت شما باشه، یعنی که شما معلولیت حرکتی بسیار شدید دارین، شما میتونین از پارکینگ ویژه استفاده کنین، معافیت کامل مالیات موتر استفاده کنین از این کمک، و سفر رایگان را همچنین. و اگه ها باشه، یعنی که شما نیاز دائمی به کمک دیگر را دارین، شما 7400 یورو در سال کسر مالیاتی دارین و از 7400 یورو از درآمدتان مشمول و شامل مالیات نمیشه. و سفر رایگان دارین و حتی فلگ گلد بالاتر میگیرین یا پول مراقبت بالاتر میگیرین. BL یعنی که نابینا هستین، و پول نابینایی که بین از ایالت تا ایالت فرق میکنه، از 300 یورو تا 800 یورو در ماه میتونین دریافت کنین. 7400 یورو کسر مالیاتی دارین و همچنان میتونین سفر رایگان داشته باشین. RF برای کسایی است که نمیتونه به رویداد بره و RF در کارتشان نوشته شده و شما فقط 6 یورو و 12 سنت در ماه بر رادیو تلویزیون به جای 18 یورو و 36 سنت میتین. و B برای کسایی است که نیاز به همراه دارن و شما یک نفر همراه رایگان میتونین با اتوبوس و قطار سفر کنین و میتونین همراهتان یک نفر داشته باشین. و مهمترین نکاتی را که امروز ما یاد گرفتیم را یک بار دیگه توضیح میتیم. اولی که اگه کسی در خانه شما نیاز به مراقبت داره، شما از فلگ کسه درخواست فلگ خاطر بتین. از درجه 2 حداقل هر ماه بر شما 347 یورو شما میتونین دریافت کنین. و دومی که اگر میخواین خانه تان را بازسازی کنین، قبل از شروع از فلگ کسه کمک بخواین که تا 4180 یورو میتونین دریافت کنین برای هر اقدامتون. اما مهمی است که همون رقم که چند دفعه تکرار کردم، پیش از این که هر کار رو شروع کنین درخواست بدین. نه که کار را در خانه شروع کرده باشین بعد از او درخواست بدین، بعد از او دیگه پول شما دریافت نمیکنین. سومی که هر سال اظهارنامه مالیاتی خود انجام بدین یا اشتوی کلرون. و اما اگه کار نمیکنین این شامل شما نمیشه. و اگر به سن بازنشستگی نزدیک میشین، شما زودتر با دویچه versicherung مشاوره بگیرین. سال تولد و سالهای بیمه تعیین کننده هستن و علامت های ویژه یا مرک سایشنی که در روی کارتتان است را بررسی کنین. اونا تعیین میکنه که شما چه کمک هایی را واقعا حقش دارین و مربوط شما میشه. ای بود برنامه امروز ما. بسیار خوشحال هستم که امروز همراه ما بودین. اگه صفحه اجتماعی ما رو دنبال نکردین میتونین دنبال کنین و در آینده از
برنامه های آینده ما با خبر شوین. در طرف چپ میتونین راه های ارتباطی ما را ببینین و این برنامه از طرف فینز لاتقی و der پاقیتیش حمایت مالی شده. تا برنامه بعدی، خداحافظتان.